ابن قیم رحمه الله از شیخ خودش و استاد خودش شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله نقل میکنه، میگه گهگاهی ما میرفتیم به استاد و شیخمون سر میزدیم تو زندان. ببینید بحث ابتلا و آزمایش که گفته میشه تو زندان بود. یه عبارت جالبی از شیخ خودش نقل میکنه، میگه من، ابن تیمیه میگه رحمه الله، میگه من بهشت من و جنت من همراه همه. هر کجا برم بهشتم همراه هم هست. اگر منو زندان بکنن، منو به کنج خلوت انداختن که با خدای خودم مناجات میکنم. اگر تبعیدم بکنم، منو به سیر و سفر و سیاحت بردن. اگر منو بکشن، شهیدم کردن. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ایمان است. کسی که ایمان نداره نمیتونه همچه تفسیری از دنیا بکند، ممکن نیست. بهشتم همراه هم هست. ایمان به خدا، امید به رحمت پروردگار، اینکه سختی ها و خوشی ها و ناخوشی ها و گرفتاری ها و بیماری ها و تمام مسائل اینا چیزی نیست. انسان بتونه از پس این ابتلا بر بیاد، خلاص همون تموم شد. بهشتم با من است. راضیم به رضایت پروردگار جل شأنه. لذا بهشت مومن در رنگ زیبا نیست. بهشت مومن در پول و مال و ثروت و جاه و مقام و شهرت و قدرت و اینا نیست. بهشت مؤمن در ایمانشه، در یاد خدا، در عبادت، در بندگی با الله بودن است. ابو جهل و ابو لهب و امثال اینا جزو اشراف قریش بودن. بهترین لباس ها می پوشیدن، بهترین ها می خوردن، بهترین مراکب داشتن، سوار می شدن. مقام، قدر، منزلت تو جامعه شرکالود و شرکامیز اون دوره مکه داشتن. اما بلال حبشی سیاه چهره بود. عمار، یاسر، سمیه فقیر، مستضعف، شکنجه می دیدن. زیر شکنجه سمیه و یاسر به شهادت رسیدن. اما چه شد سرانجام و معال و سرانجام مشخص می شود که مثبت کجاست و منفی کجاست، خیر کجاست و شر کجاست. نام نیک از که موند و ناببد برا کی؟ و در فردای قیامت برد و پیروزی و فوز و رستگاری با کی هست؟ کل نفس ذائقة الموت و انما توفون اجورکم یوم القیامه فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقد فاز. فوز اینه، فلاح و رستگاری اینه. همه میمیرید، انس و جن، کافر و مؤمن، همه مرگو میچشید. و اجر و پاداشتون در فردای قیامت، اجر و پاداش بر مبنای چیه؟
بر مبنای رنگ، بر مبنای لباس، بر مبنای قدر و جاه و زور و قدرته که بگم خب حالا خداوند به من نداده بر من چه بکنم. بر مبنای تقواست. تقوا هم تو دله. این معیار دینیه. پس دنیا دنیای ابتلاست و دنیای امتحان و آزمایش است. هر انسان مؤمن و مسلمان میتواند با ایمان خودش، با تقوای خودش همه زندگی رو برای خودش مثبت بکنه و انسان اگر با خدا نباشه تمام زندگی او منفی است.